افغانستان خود تباه کردیم. نه کاش که افغانستان خود کوشش تباه بسیار کردم که صلح و آرامی به نتونسته. نه نشد که همکاری برباد نکردن کردی. از آمد ما خودم راضی نیستم که به قسمی که اوضاع آمدم و بسیار شما زحمت میفهمین من من کشیدم. حیث یک زن چقدر رنج میکشم از اوضاعی که میفهمم. پیش آمده. ما رنج شما میفهمین که میکشم. به میلیون ها دختر و زن افغان امروز به دست متأثر طالبان هستم اسیر از است. بسیار متأثر هستم. ما خودم از تعلیم بسیار استفاده کردیم. میخوام هر افغان از شما نمیفهمیدین با استفاده آمدن طالبان اوتر یک وضعیت پیش میآید. امریکا فیصله کرد که برای کوشش می‌فهمم. ما بود که بین طالبان و دیگه افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد او نشد، اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موافقه کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره. این کار ناتمام است. شما فکر نمیکنین که اشتباه کردین که به طالبان اعتماد کردین، به گفته ها، به وعده‌ای که اونا دادن؟ مسئله اعتماد هیچ وقت نبوده. مسئله یعنی بوده که با دقایقی که وجود داشت، فیصله‌ای که صورت گرفته بود، چی شده میتونست، چی شده نمیتونست. هیچ وقت مسئله اعتماد نبوده. مسئله کوشش بوده که یک تفاهم بیاید. من زیادتر افغانستان معذرت نمیخواین به خاطر آنچه که پیش آمده؟ من معذرت نمیخوایم با دو کسایی که مسئول از این کار هستن که برای خود جور نیامدن. بسیار بزرگ داشتین در این من سهم داشتم که یعنی اگر من کوشش خودم تا اندازه‌ای که امکان داشت نمیکردم، گپ شما بجاست، اما رول من بود تشویق کنم، کوشش کنم دنیا را قانع کنم تا اندازه امکان داشته باشه، افغان‌ها را قانع کنم. بدبختانه که این کار صورت نگرفت. من راضی نیستم از قسمه گرچه بازم میگه که اگر چیزی که من کوشش داشتم اگر تفاهم صورت میگیره ممکن جنجال زیادتر میبود. دکتر عبدالله و اشرف غنی نتونستن با دیگه همکاری کنن، طالب و غیر طالب چطور. یک مشکلی هست که باید دربارش فکر کرد که چرا چانسایی که به دست میاد از استفاده درست نمیشه. شما سلامت باشین. زنده